برای یک مرد الله متعال پسری می دهد و زمانی که این پسر به 2 سالگی می رسد وفات می کند. به خاطرش خیلی ناراحت می شود و بعد از اون دوباره همسرش باردار می شود و برایش پسر دیگری به دنیا می آورد و 1 سال نمی گذرد که باز هم فرزند دومی هم وفات می کند. 2 نفر را با دستانش دفن می کند. بعدا الله متعال برای همین مرد 4 دختر می دهد. دخترها هم بزرگ می شود. یکی از این دخترهایش ازدواج می کند. وقتی که ازدواج دخترش را می بیند خیلی خوشحال می شود. خیلی احساس خوشبختی می کند و این دختر هم وفات می کند در حالی که 20 سال داشت و می رود این دختر را هم دفن می کند. بعدا دختر دومی این مرد ازدواج می کند. هنگامی که دخترش پسری را به دنیا می آورد بعد از ازدواج بسیار به خاطرش خوشحال می شود. بعد هم این دختر هم وفات می کند و می رود دفنش می کند تا فعلا 2 پسر و 2 دختر را با دست خود می رود دفن می کند. بعد از آن دختر سومی که هنوز 27 ساله نشده بود باز هم مریض می شود و این دخترش هم وفات می کند و می رود این را هم دفن می کند تا فعلا 3 دختر و 2 پسر با دستایش می رود دفن می کند. و بعد از همه این قدر سختی ها این قدر مشکلات الله متعال 1 دختر را برایش باقی می ماند و در این حالت 1 پسر دیگر را الله متعال برایش می دهد و به این طفلی که الله متعال برش نصیب می کند این پسر بسیار علاقه می داشته باشد، بسیار محبت می داشته باشد و زیاد دوستش می داشته باشد و هنوز 1.5 ساله نشده بود که این پسرش هم می میرد و باز هم او را گرفته با دستانش دفن می کند. تا فعلا چند نفر شد؟ چند نفر را دفن کرد؟ 6 نفر را، 3 پسر و 3 دختر. آیا می دانید که این کی بود؟ آیا می دانید که این کی؟ این مرد بزرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم. پس پیام برای کسایی که مشکلات و سختی ها برایشان می آید، آیا شما از رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده بهتر هستید؟ چقدر مشکلات و سختی ها رسول صلی الله علیه و سلم در راه دین متحمل میشه، در دنیا متحمل میشه. و این به این معنی نیست که الله متعال من و شما را دوست نمی داشته باشد. الله متعال در آنچه که میگیرد و میدهد حکمت دارد.